الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد. امروز هم که باشد بحر شما در اطراف احادیث روی از پیامبر صلی الله علیه وسلم همه جهت پهلوهای زندگی رو در بر میگیرد و سمع شما میرساند. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگوید روز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دستای مبارک خودش را در شانه های من گذاشت. فقال، پس گفت: کن فی دنیا کأنک غریب او عابد السبیل. ای عبدالله، من به تو نصیحت میکنم که طور در این دنیا خود حس کن، یعنی در این دنیا طرز زندگی کن که مثل یک انسان غریب هستی یا یک انسان مسافر. غریب ما همگان میدانیم عزیزان دل که یک انسانی که در یک مملکت میروه، چند روز کار میکنه و بعدا به وطن خود بر میگرده، این را میگویند غریب. یعنی خود مثل همون آدم غریب در اینجا تحمل که در این دنیا، نه یا مثل آدم ابدی یا اینکه مثل آدم مسافر. پیامبر گفت مسافر نظر کنه که میروه برا کمی خسته شود تگی درخت کمی دم میگیرد استراحت میکند، باز سفر خود را دوام میدهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت هم تحس کنید. بعد که این نصیحت رسول الله صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن عمر رضی الله عنه بیان کرد، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به مردم چی میگفت؟ کان ابن عمر، بود عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یقول: اذا امسیت فلا تنتظر صباحا. ای بندگان الله، هر وقتی که الله یکی از شما را بر بگاه که رسان، یعنی به بگاهی را که الله شما را که رسان، منتظری سحر نباشید. یعنی همیشه مرگ در پیش چشمان خود بینید. آیا سحر به پای خود میخیزی یا نمیخیزی او را الله میدوند. و اذا اصبحت فلا تنتظر مساء. لیکن گو هر وقتی که الله به سحر رسون تو به بگاه رو تو یقین نکن که به پای خود درست هستی. این نصیحت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه این دو گپ چی را در نظر داره؟ بعضی انسان ها را نظر کنید که در دنیا حتی لقمهش در دهان شاید همون لقمه را فرو نبرده که الله جانش میگیره. همون لقمه در دهان شاید ولی همون لقمه را فرو نبوده است که الله جانش میگیره، همون لقمه در دهانش میمونه. یعنی مرگ هر لحظه در پیش روی خود بدون عزیزان دل. امروز اکثر انسان هایی که به بسیار گناه ها مبتلا میگردند سببش این است که مرگ خود را فراموش میکنند، مردن خود را فراموش میکنند. و عبدالله ابن عمر رضی الله عنه در آخر به من تو دو نصیحت میکند. چی نصیحتی زیبا میکند؟ هر برادر، هر خواهری که در زندگی میخواهد بهترین انسان باشه، در حالی که پروردگار را ملاقات کنه الله از اون راضی باشه، این نصیحت رو در زندگیش بگیره. یکم چی میگوید؟ نصیحتی که عبدالله ابن عمر به ما میکند رضی الله عنه: خذ من صحتک لمرضک. بگیر در زندگی صحتت پیش از اون که تو مریض شد. یعنی همون بدن صحتی که الله به تو داده است، همون بدن صحت غنیمت بدون پیش از اون که تو بیمار شد. انسان ما در دنیا امروز نظر میکنه بدن صحت به غفلت میگذارند، وقتی که بیمار شوند بعدا بیدار میشن که رجوع به الله کنده. انسان باید وقتی که بدن صحت همون بدن صحت غنیمت بدون و طاعت و بندگی الله رو فراموش نکنه. و دیم نصیحتی که به ما میکنه چی میگوید؟ و من حیاتک لموتک، رواه بخاری. و میگوید حیاتی که الله به تو داد، این حیات غنیمت بدون
پیش از اون که مرگ به دنبالت میاد، پیش از اون که مرگ به سراغت میآید، دامنت را میگیره، این حیات غنیمت بدان. عزیزان دل، همگان دعا میکنیم که الله متعال ما را از بندگان بگردانه که همیشه مرگ در پیش او خود قائم بدانیم و این بدن صحت پیش از اینکه مریض شیم به قدری او برسیم و این حیاتی که الله به ما داده است پیش از اینکه مرگ به دنباله من و شما میاد پر از طاعت و برکت و اخلاص و عقیده صحیح نصیب کنیم. آمین.